برای حرکت اول پاهامون رو به این شکل به دیوار تکیه میدیم و برای 10 دقیقه توی این وضعیت باقی میمونیم. برای حرکت دوم پاها رو به صورت پروانه روی دیوار قرار میدیم و به مدت 10 دقیقه توی این وضعیت باقی میمونیم. حرکت سوم پاها رو 90 درجه روی دیوار قرار میدیم و انگشتای پا رو میکشیم به سمت خودمون و بعد روی دیوار رها میکنیم. میکشیم به سمت خودمون، رها میکنیم. هر چقدر که دوست داشتین میتونید این تمرین رو تکرار بکنید. برای تمرین بعدی با 2 تا پامون روی یک آجر قرار میگیریم و سعی میکنیم پاشنه پا رو به زمین نزدیک کنیم و دوباره به سمت بالا بیاییم. برای تمرین بعدی میتونید تک پا این حرکت رو تکرار بکنید. برای تعادل بیشتر میتونید از یک دیوار کمک بگیرید.